ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم، حرکت پیش یا ضمه. مفهوم پیش چی است و مفهوم ضمه چی است؟ مفهوم پیشی است که یعنی وقت ادا کردن حرکت لبها پیش میآید و ضمه از ضم گرفته شده که یعنی وقت ادا کردن حرکت لبها جمع میشه و این حرکت هم مثل حرکات کسره و فتحه بدون کش کردن و بدون مجهولیت ادا میشه. مجهولیت چه قسم؟ یعنی وقتی که ادا میکنیم این حرفه باید لبها را پیش میریم، اگر لبها را پیش نبریم حرف مجهول ادا میشه یا حرکت مجهول میشه. ب پیش بو، ت پیش تو، س پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دل پیش دو، ذل پیش ذو، را پیش رو. را هرگاه که حرکت ضمه داشت پر ادا میشه. ز پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش صو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ها پیش هو، همزه پیش او، همزه پیش او، یا پیش یو، تو طو، سو سو، صو، حو هو، ذو زو، ضو ضو، عو او، قو کو. قاعده هرگاه حرف را حرکت ضمه داشت پر ادا میشه. سین پیش سو، همزه زیر ای، سو ای، لام زبر ل، سو ایل وقفا سئیل. میم پیش مو، نون زیر نی، منی، عین زبر ع، منع وقفا منع. ذال پیش ذو، کف زیر کی، ذوکی، را زبر را، ذوکی را وقفا ذوکیل. در اینجا حرف را در حالت وصل پر تلفظ میشه و در حالت وقف باریک تلفظ میشه. چرا؟ چون در حالت وصل زبر داره از او خاطر، و در حالت وقف چون را ساکن میشه و ما قبلش حرکت کسره میایم را باریک تلفظ میشه. ذل پیش ذو، کف زیر کی، ذوکی، را زبر را، ذوکی را وقفا ذوکیل. ظا پیش ظو، لام زیر لی، ظولی، میم زبر ما، ظلم وقفا ظلیم. همزه زبر ا، عین زیر عی، اعظا پیش ظو، اعظو وقفا اعظ. تا زبر تا، زا زیر زی، تزرا پیش رو، تزرو وقفا تزیر. اینجا هم مثل کلمه ذکر حرف را در حالت وصل پر و در حالت وقف باریک تلفظ میشه. خا زبر خواب پیش بو، خوابوس زبر ث، خوابوس وقفا خوابوس. همزه پیش او، فا پیش فو، افو، قاف زیر قی، افقی وقفا افق. سین پیش سو، قاف زیر قی، سوقی، طا زبر طا، سقط وقفا سقط. یا زبر یا، ها زبر ها، یهب پیش بو، یهبو وقفا یهب. یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم پیش جو، یلیجو وقفا یلیج. یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، دال پیش دو، یعیدو وقفا یعید. صاد پیش صو، ح پیش حو، صحو، فا زیر فی، صحوفی وقفا صحوف. ح پیش حو، با پیش بو، حوبو، کف زیر کی، حوبوکی وقفا حوبوک. را پیش رو، با پیش بو، ربع، عین پیش عو، ربع وقفا ربع. را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسلو وقفا رسول. همزه پیش او، خا زبر خا، اخرا پیش رو، اخرو وقفا اخر. در اینجا در حالت وصل هم حرف را پر خوانده میشه و در حالت وقفم، چون که در حالت وصل حرکت ضمه یا پیش داره پر تلفظ میشه و در حالت وقف چون را ساکن میشه و حرکت ما قبلش
زبر یا فتحه است، از او خاطر حرف را در حالت وقف هم پر تلفظ میشه. اخرو وقفا اخر. عین پیش عو، قاف زبر قا، عقا دال زیر دی، عقدی وقفا عقد. سئل وقفا سئل. منع وقفا منع. ذكر وقفا ذكر. ظلم وقفا ظلم. أعظ وقفا أعظ. تزر وقفا تزر. خبث وقفا خبث. أفق وقفا أفق. سقط وقفا سقط. يهب وقفا يهب. يلج وقفا يلج. يعد وقفا يعد. صحف وقفا صحف. حبك وقفا حبك. ربع وقفا ربع. رسل وقفا رسل. أخر وقفا أخر. عقد وقفا عقد.